این که میبینی طرف پول داره و میگن که خدا بهش داده، اصلا این حرف اشتباهه، مزخرف. خدا هیچ وقت بهت نمیده، پول بهت نمیده، دارایی بهت نمیده، اینو خودت به دست میاری. خدا فقط اگه از راه حلال باشه بهش برکتشو میده، تو میتونی به شادی ازش استفاده کنی. اگرم از راه حرام باشه که اصلا نمیتونی ازش استفاده کنی، فقط داریش. یه سری ها میبینی پولو به دست آورده ها، بعد از نظر خودش فکر میکنه این حلال بوده، ولی میری تو بحرش میبینی که بابا کجاش حلال بوده. طرف یه جنسی رو 10 سال پیش 15 سال پیش خریدن، تاریخش گذشته، تاریخش رو پاک میکنه، دستگاه چاپ تاریخ گرفته، دوباره روش تاریخ میزنه، به قیمت روز میفروشه. کجاش این حلاله؟ اینو هیچ وقت خدا نمیده، پولو خودت در میاری. خدا در واقع ارادش رو داده به هستی، گفته برو در بیار. حالا تو خودت میتونی انتخاب کنی توی دو راهی، از راه درست یا نادرست. این دیگه اختیار خودته. توی همه چیز تو اختیار داری. تو این دنیا مثل یه قطاری میمونه که توی یه ریلی داره میره، تو نمیتونی این قطار رو از ریل خارج کنی، این ور اون ورش کنی. فقط توی اون قطار اختیار داری هر کاری بکنی، بزنی آدم بکشی، سر اینو کلا بذاری، سر اونو کلا بذاری، مال اینو بخوری، مال اونو بخوری، یا نه درست و مردونه با معرفت بتونی پول در بیاری.